تفسیر عجیب و غریب قزوینی از آیه 105 سوره توبه. هیچ لحظه از لحظات شبانه روزیمون خلاصه فراموش نکنیم. همون آیه شریفه‌ای که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما هر کاری میخواد بکنید خدا شما را میبیند، پیغمبرم میبیند، آقا امام زمان هم شما را میبیند. حضرت ولیعصر در توقیه‌اش به شیخ مفید فرمود فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. ما احاطه علمی بر تمام کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. خیلی ممنونیم. الله متعال در سوره مبارکه توبه آیه 105 می‌فرماید وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید که الله و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را خواهند دید و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید و آنگاه شما را از کردارتان آگاه می کند. بینندگان محترم، آیت الله قزوینی کلمه المؤمنون که در این آیه آمده است را به امام زمان ترجمه نمود، در حالی که المؤمنون کلمه است جمع که تمامی بندگان مؤمن الله را در بر میگیرد و هر کس کمترین آگاهی به زبان عربی داشته باشد این موضوع را میداند. اما نام امام زمان آیت الله قزوینی هرگز در قرآن کریم ذکر نگردیده است، زیرا وجودی خارجی نداشته و ندارد و نخواهد داشت. الله متعال در این آیه کریمه و دیگر آیات قرآن تنها خود را عالم غیب یعنی دانای نهان و آشکار می‌داند، در حالی که آیت الله قزوینی در ترجمه همین آیه صریحاً با کلام الله مخالفت نموده و میگوید چیزی بر امام زمان پوشیده نیست، یعنی وی نهان و آشکار را می‌داند. خدا شما را میبیند، پیغمبرم میبیند، آقا امام زمان هم شما را میبیند. حضرت ولیعصر در توقیه‌اش به شیخ مفید فرمود فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. ما احاطه علمی بر تمام کارهای شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. خیلی ممنون. در ادامه قزوینی به نقل از شیخ مفید مدعی است که امام زمان میگوید ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، یعنی چیزی از شما بر ما پوشیده نیست، در حالی که الله متعال میفرماید وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و کافران گفتند قیامت بر ما نمی آید. بگو آری، سوگند به پروردگارم که دانای غیب و نهان است. بیقین قیامت بر شما فرا می رسد و هیچ ذره‌ای در آسمان ها و زمین از پروردگار پنهان نمی ماند و هیچ چیزی کوچکتر و بزرگتر از آن ذره نیست مگر آن که در کتاب آشکاری ثبت است.